ای جورا دوستاتا تعریف میکنی یک بار در پستی بزا نزد در خونشون برا دروشون که بروی تو باز نشید شاید که چشمای تو باز شوه بیمار بودی کی ده برد بود فرزندی پدرت در پستی زدی کی دسته گریف کی برابرت سوخت کی خونی جگر خورد برای تو فرزندی پدرت او با تو میخیزی دوست میگو یک بار فرزندی پدر بگو باور که جانش برات میتیا او میگه فرزندی پدر میوه باقی پدر است از حال دل یک دیگری با خبر است یک نعمت بی بهاست از سوی الله نیکش بنگر که این زمان در گذر است جان تا برای فرزندی پدرت بته او دوستایی که بچه اوچه میگند باور که دروغت میگن حالی وقت ساعتش میآید بعد خودت میفهمی.